اولین ابزار برای شروع نقاشی سیاه قلم مقوا هست که ما در این تکنیک از مقوای فابریانو ایربراش 220 گرم و همچنین فابریانو الر 220 گرم استفاده میکنیم. دومین ابزار قلمو هست که در دو نوع نرم و زبر استفاده میشه. قلموی زبر برای ایجاد خطوط تیره و قلموی نرم برای سایه زدن استفاده میشه. یکی دیگه از ابزارهای سیاه قلم محوکن‌ها هستند که از چندین لایه کاغذ فشرده تشکیل شدن و برای محو کردن ازشون استفاده میشه. از وسایل دیگه‌ای مثل دستمال کاغذی، پنبه و گوشپاک‌کن هم میتونیم برای محو کردن استفاده کنیم. دیگر ابزار سیاه قلم پاک‌کن‌ها هستند که برای ایجاد هایلایت، بافت و تار مو ازشون استفاده میکنیم. پاک‌کن‌ها انواع مختلفی دارن مثل پاک‌کن ساده، پاک‌کن اتودی، برقی، فرچه‌ای و خمیری. یکی دیگه از ابزارهای مهم در تکنیک سیاه قلم زغال‌ها هستن. ما دو نوع زغال داریم که نوع اول از چوب درخت بید یا تاک تولید میشه و معمولاً در سیاه قلم ما ازش استفاده نمی کنیم مگر برای طرح اولیه. نوع دوم زغال‌های فشرده هستند که تحت فشار و گرمای زیادی ساخته شدن، سخت‌ترن و همچنین تیره‌تر. مورد بعدی پودر زغال هست که به صورت آماده از بازار میتونید تهیه کنید و یا خودتون با کاتر زغال رو پودر کنید و استفاده کنید. وقتی نقاشی سیاه قلم به اتمام میرسه ما بهتره که از اسپری فیکساتور استفاده کنیم و حتما در این تکنیک از اسپری خشک استفاده کنید.